السلام علیکم و برادر علیکم شوکت. السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گفتنی بسیار دارم و باید دو جمله میخواهم گاو زنم خواه فهمیدگی و میفهمد فهمیدگی هم شما میفهمونید باوری دارم. مالش انشالله. نه گفتنی هم که 30 ساله استقلالیت به شما مبارک. بلندتر گپ زنید با لطفا. حکومتی ها 30 ساله استقلالیت به شما مبارک. به شما هم مبارک باشه. با حکومتی ها یک مبارک بودی کنم. بفرمایید. 30 ساله آدم کشی و حق خوری و پاره خوری و عالم کشی و آدم کشی تان مبارک. واقعا وقتی که خیلی حرفها صدا میدهند انسان خیلی احساسی می شود. و احساسی نمیشیم برادر. رفتار اونا زنای افغانستان را دیدم، در حقیقت در هیجان ماندم. در وای جای وایو را بینید، یک زنی وایو ای چندین مرغوی مورده غار کنید بلندترش جای وایو. بله این شجاعت را حکومت میدهد. مثلا گریم حالا ببینید اگر همین روزه خیزش زنان در افغانستان علیه طالبان را ببینید، اگر مردم به این باور باشد که همین به میدان ها ریختند، همین طالبان آنها را از دمی تیغ و تیر میگذراند، 50%شان احتیاط میکنند و شجاعت مردم کشته می شود، مردم سرکوب می شود، سرخم می شود، چنانه که در تاجیکستان ما هست. و اما که وقتی که مردم این باور رو داشته باشد که به هر حال به میدان باید ریخت و حق خود را از حکومت طلب کرد و این حق را حکومت میدهد و تنها به ترتیبی ها را نظارت میکند و میگذارد که مردم صدای خودش را بلند کند، این به نهایت نشانگری آن است که از این میبراید که حکومت جمهوری تاجیکستان وحشی‌تر، ظالمتر از حکومت طالبان است. حکومت طالبان به مردمش حق داده است تظاهرات کنند، برایند به میدان ها حق خود را از آنها طلب کنند، هرچند آنها با تیر توپ و تفنگ ایستاده‌اند، ولی مردم در حالی است که نه هراس دارد، نه ترس دارد، با جسارت، با شجاعت به میدان ها میبراید و حق خود را طلب میکند. بله برادر. از این میبراید که هرچند در افغانستان صدای تیر توپ و تفنگ شنیده میشد و هرچند امروز ما از همین نفرانی که امروز به سر حکومت افغانستان آمدن از آنها دیوی افسر و وحشی میتراشیم، از دیوی خودمان، از دیوی تاجیکستان کمتر آدمتر بودند و این دیوی ما از اون دیوانی که حالا به سر قدرت آمدن در افغانستان وحشی‌تر بوده از دیوی خود ما. وگرنه امروز در تاجیکستان چنانه که شما گفتید 10 نفر کشته شده ایستادند، عالم ها به قتل رسیده ایستادند، فعالان جامعه شهروندی پشت پنجره زندان هستند، ایده از آنها سربگریز در کشورهای دنیا است، به 4 طرف دنیا بیچاره تاجیک سرسان و سرگردان است. یعنی یک شخصی که وحشی‌تر از طالبان است به طالبان نصیحت میکند که تو حکومت همه شمول تشکیل ده، باید صلح و آرامی را تامین کنی و هاکذاها. هستید اینجا برادر عزیز که از واتساپ زنگ زده؟ من همینجا. برادر من همینجا. بفرمایید برادر عزیز. من باید
من باید یک چیز بار گفته گذارم. این سنگزنی مو، این گفتنی مو دل یک خیلی مردم به میفورد، لیکن آخر تا آخر تاثیر به خود مردم تاجیک هم هست. از بیرون تماشا کنید، این درد وزمین است. تاجیک را خیلی گپا میگد، با هم دیگری را شرمنده میکند بی فایده. ما باید مشکلی این وزمینی ها را باید حل کنیم. با چی راه؟ ما با آدم های درکار که آدم های با عقل با سواد درکار که خودشان را معرفی کند که ما این تر میکنیم او تر میکنیم. مثال از حساب آبادی همه کشورمان، مثال همه خودشان برنامه ریزی کرده، خودشان معرفی کنند که مردم شیرک شوند و بعد دیگه یک آدم یک آبادی شوند. با این سنگزنی ما 100 سال هم باشیم هیچ کار نمیتونن. مردم ما شجاعتی و برادران افغانستان را از 101 ندارد. بله بله ما در خیلی لیدرو در کاره، آدمای مغز در کاره، آدمای با عقل، با سواد، با فرهنگ در کار که درک کند درباره یک پرچه زمین، یک خونی تاجیک، یک همین بویگری تاجیک دولت ما بله درک تشکر. کند. اولی یک نفر با هم نام خیلی شخص سخاوت در کار.